Федерации Россия. رو حالا استاد اتحاد جماهیر شوروی صدرالدین عابدوف باور کردند. این هم افاده آن است که چنین چهره ها در آینده باز هم نسل نورس را تربیت کنند و باز هم نسل نورس به مانند همین چهره ها شهرت و نفوذ ورزش کشور را در عرصه بین المللی بلند بردارند. تشکر به دستاندرکاران این چهره‌بینی، به نفرانی که امروز هم برای ما و شما یک فضای جالبی ایدانه را تشکیل کردند. فدراسیون گشتین عادی ترینش از 350 تا 700 سومانی هر یک دوری سبقتی این نورسان بود. حالا وابسته به همان درجه تخصصی و هنر و موفقیت ورزشگر ما حرف می‌زنیم. خب تشکر عبدالله سید خوجایف، تشکر با جمعی همراهانت سپاس. یگان نفر تا به دستوری کار سرداور به میدان آزاد نگذارید که بیاید. حقداد شهری حصار، مسلم پهلوان ناحیه قبادیان، هر دو قشنگه همه مردمی که با گشتین ملی رحیم سرخانوف، محمد رضا قوتوف با همین چهار پهلوان کسی گشتین گیرد نگیرد با دیگران تشکر. سلامت باشید برای هر کسی با همینا گیرد نگیرد انتخاب شما برای ما مهم نیست. هاپا خیز بیو حقداد سنت اکای رحمان علی ها امرا خان زیهی علای کاری دیگره یک جهان سپاس. تنتنهی میدانی خوالین ادامه دارد. خورشید حقداد شیشتگی بود، این بچه برش اومد. هر دینو رو میشناسم. و سرخان کیه؟ سرخان اماموف. کارمندای ایچی حقوق، بچه های ارجمندی میدانه رساتی تشکر. دخترانم رساتیم رحمتی کلام مشورتی عزیزی شما نوری دیده در بین فاصله شد. من شما رو دعوت میکنم، خواهش میکنم اندک
بگذاریم. عطای رحمان هر دو پهلوان خوبان عبدالله شهر دوشنبه ناحیه شمسیدین شاهین جایزه‌دار مدال برنجی چمپیونات آسیا در جودو اهلیه مومنو از شهر ترسونزاده 500 سومانی یک قالینی 4/6 500 سومانی نیمو همون قالین توفه هر رینو باقی افت در دوری اول غلبه به دست آورد. مرحبا. آبشیر موی سفید دو تا یاردمچی دیگه تیم دو تا نویسید سرخانوف محمد رحیم ناحیه همدانی ایراج عبدالله شهر دوشنبه آقای رحمان علی مکافات اینو نشد. پرویز ناحیه خوابالی یک خالیم. مرحبا. اوی به پول لگه همه را او تقصیر دارستیم ایستیم ادامو یا بلوکی گرفته یا بلوکی گرفته رفته استیم مردمی بعد نوسیم حکام اوجا او دیلی تل جوب ده ما یا زارد مناگ ممون ما او مکنیز ده شهر ترسونزاده از شهر باختر و منطقه رشت در میدان امروز حضور دارم. خواهشمندم هر چیز زودتر به میدان بیایید. حیدر از ناحیه خاوری سعید شهر تولو مکافات هر بینا را مسافر نمیستی من بیچاره زده بودم Kana jeni kita aparat. بدون عزیز برداشت خرید سفر پرتافتی پهلوانی 39 ساله خوانی حلال Dia tu jangan lupa
بخلاص کنه گذار ارتست هالو عزیزا دورا برانه خب برو بدیم هر نظر عطفتی عزیز باز یعنی بچه را این دسته که چون بکنی بچه دنجا ای بای چینی کلوب ده هم شریف ده هم نیم شکم اگم ما بیره بکشو بگی یاد شد ترکیه سلام دوستان عزیز در میدان امروزه سپاس رتینسکی جایزه‌داری چمپیونات جهان و اروپا پهلوانان شهرتیار که امروز در فدراسیون روسیه در مکتبی نامی جایزه‌داری بازی‌های المپیک پکین رسول باقیوف تمرین میکنند. امروز مهمان مردم شرفمندی خاولینگند و افتخار این مهمانان ارجمند یک کفگوی شما رتینسکی سپاس در وزنی تا 90 کیلو هنرنمایی میکنند و اندویتسکی والرا قهرمان جهان نایب به سامبو جایزه‌داری چمپیونات جهان مهمان مردم تاجیکستانند. پهلوانان تاجیکستان مرحبا میدان را آباد کنید. تنتنه را باز هم امراخان رحیمov یک سرود آهنگ جالبی شما خبر رو ناکی خوشانده جز اونا رو با گیره میزار نبر این طرف جوی که ثبتی تلویزیونی است چهره های معروف رو برادرازان با گیره میزار و گیره میگولو بودید خواهش میکنم پهلوانان بینردی مختار کوهستان بدخشان از شهر و ناحیه‌های توبه خواهشمندیم زودتر اکنون به انجام بیایید. طرف کلانکر را زودتر کنید برادران. از طرف کلانکر را زودتر کنید صدا شنوا باشد. زاهد پهلوان ازبکستان یک فرصت یافت. زاهد جان نزدیکتر بیاید برادر زاهد زاهد جان پهلوان ازبکستانی کجا شد؟
توفه‌ها شرزنده هستند خواهش میکنم زودتر زاهی جان را بیشتر مردم طلب دارند که با شکر محمد پشتی گیرد از پهلوان ازبکستانی زود مهمانا را معرفی کنه تیز شما اینجا ایستیده تیز بیرو پیاده تو عزیز ناحیه بخش شعباز تنگرد تیمورملک یک دوستان یک کلین یک نبار اسرائیل نعمتوف از ناحیه خراسان باباجان شهر کرنو باباجان اسرائیل نعمتوف اسرائیل رحیموف یک گوسفند یک تلویزور یک کلن 500 سومانی دیگر زم دیگر در مکافات اسپاس و امیرجان نسیم زاده از نام اسدالله زم گردید سیراجوف با گوشتنی ملی و احیای عنعنه‌های سنتی خیلی رغبت دارند. تشکر برادر ارجمند برای دستگیری. سلامت باشید. میدان از دلیر است. از این هم تحفه‌های ارزنده و شایان ما را در پیش. بین رقابت نماینده فدراسیون روسیه و پهلوان تاجیکستان امیرجان نسیم. خب پهلوان حیدر خوالینگ جماعت شگنو ابوبکر تیمورملک توفای هردینا خبران دیگر را که از دیگر منطقه‌های دوردستی کشور آمدند مشرب رحمانوف، جهانگیر مجیدوف، عادل سفروف، شریف
Rahimov. پهلوانان جمهوری ازبکستان با جز زاهیجان باز 5 نفر دیگر در میدان امروزه گشتین خوالین کلانتر رجایی کنه برادر عزیز کارمندان محترم حزب خود در کار امروزه ما خواهشمندم کلانکه ها را آزادتر کنید در تعداد زیاد بودن کلانکه ها اصلی شاید برادر تن سهم دارم تشکر حالا باز هم میدانداری پهلوانان تاجیکستان و ازبکستان را تشکیل کنید برادر عزیز تیمور رحیموف خواهشمندم یک بار با پیش کمیته تدارکات بیایید تیمور خواب سعدی و رفیقی گشتیگیر از 500 سالانی زم شده است تشکر به هنرنمایی ورزشگران نمایندگان تاجیکستان و ازبکستان خواهشمندم پهلوانان فرخار به همدانی و خوالین و بانجوان گوشتی نگیرد منطقه را به نظر گیرد تشکر مهمانان از ازبکستان زیادترند بغیر از زاهید 5 نفر دیگر حالا در میدان امروزه خوالین تشریف دارند تشکر حتیانی ابوبکر گیرد نگیرد انتخاب شما لازم است انتخاب از جانب متصدیان است هر بینا سید خوجف نوی سرورتا زیادیکوف از ولایت مختار کوهستان بدخشان حقی رحمان ابوبکر یعقوبی پهلوان جوان بانجوان از بدخشان از بانجوان یک گل یک گوسفند یک قانون یک لبانی دیگره تشکر به حمایت شایسته رحمان علی و هر دو وقت سعادت تشکر Hallo Liski. یکی جفتی دیگر خواستبت ولایت مختاری کوهستان بدخشان اولوکبک رحیموف ناحیه رودکی چشم اسماعیل بگوجه نتیجه بخش نبود تشکر یک تلفن به هر بخش باره با سعید جلال سعید الحسن اکبر پرتافتی سعید شاه حلال فاروق شهر کولک علی بکری از ناحیه رودن یک گوسفند عزتشاه ولایت مختار کوهستان بدخشان عارف نادف ناحیه سنگور یک قرون
یک نبر یک پهلوان یک نبر نظربک زاده ازربک ناحیه ولایت مختار کوهستانی بدخشان یک خلدلیک یک ماشینه جامعشویی دیگر شاهیجان پهلوان ازبکستانی را به میدان دعوت میکنیم. هر اینا گلیم سر به میدان بارو کنم خیزید شکر محمد میر محمدوف و پهلوان ازبکستان شاهیجان جای اینا را یک دقیقه که امیر شریف پایزیدین شکر محمد میر محمدوف و زهیجان از نام اسدالله سوراجوف 3000 سومانی دیگر زم کرده شد. بالای مکافات شکر محمد 3000 سومانی از نام اسدالله سوراجوف زم کرده شد. فردوس نسیموف را برای هنرنمایی به میدان دعوت می‌سازیم. پهلوان محبوب که صمیمی گوشتی به تاجیکی را نشان می‌دهد. با استثنای طایفه‌های کمیته تدارکات اسدالله سوراجوف 3000 سومانی بالای طایفه‌های اما همین پهلوانی کلاب شهر زم کردند. از مهمانای ازبکستان پهلوانای تاجیکستان مرحبا. اما همین ترتیب کارمندای عزیزی حفظی خود همین ترتیب کن با ما پسند است. خیریت
یا تنگ همه گیره فر نداره تنگ خوبه خب برادر عزیز با فیردوس نسیم و پهلوانی که گفتیم رئیس زیادبک افتاده شد یک پهلوان قشنگ بدخشانی هم شما نام بگی خب این طرف بیستی مایلی انا اینجا بیو یا مگا پوشاخه یا مگا کمانه جهانگیر مجید جمهوری تاجیکستان ستاس ریتیوسکی فدراسیون روسیه یک تلویزیون یک کالون یک گوسفند دیگر با پرتو فقط باور حقی بها گذاری کردن دارد خواهشمند در همین ردیف اعتبار رو به نظر گیرید خواهش میکنم عزیز پهلوان ناحیه وخش رامز ولایت مختاری کوهستان بدخشان یک ماشین ایجامشی یک کالون یک تلویزیون تشکر میگویم که ترتیبی هنرنمایی زاهیجان کاملا در گشتین ملی ما روان است باز ما افتید با خاطر که شکر محمد را با برسول نکنم ما کردیم کار برعکس شد برادر عزیز بیاین مقصدی نهایی میدان خلاصه گیری کنیم زاهیجان کمی برتر بسیدم و مسافر ما بینم پید نمیزد تو اینا را پیشتر بود مکروفون شد چی بود خاطر ندارم او امر نویسنی بود نه نو میگیره Flecho. Para, Farid. Braca, Farid. Barodar yok. O zeyi çarptıysa. Gidelim.
پرتوی شریف نظیم حلال در میدان حزب بعدی ناکامی ابوبکر فردوس نصیب میخواهد با پهلوانی ولایت مختار کوهستان بدخشان هنرنمایی کند. حسین فردوس پهلوان بدخشان رشید یک اشتر در رقابت فردوس رشیدی ولایت مختار کوهستان بدخشان از نام جانشین رئیس فدراسیون سامبوی جمهوری تاجیکستان سعیدوف هلالی 4000 رو در بدو 400 دلار آمریکایی برای تحفه پهلوانان میدان امروزه تقدیم کرده شد. رشید جان و پهلوان کلابشهر آماده شوید. و شکر محمد میر محمد و طلبگار هست. هم بالا جان میشود هست و شکر محمد میر محمد ترتیبی میدانداری کوهستان بدخشان طلبکار باشد. مرحبا. گوشتینگیری آمده باشد. مرحبا حاجی مشرف باز پهلوان دیگری ناحیه رودکی هم تیمور رحیم و خواهش میکنم زودتر نزدیکتر بیایید. باب هر دینا را توفشان میدونیم. شکر 1000 سومانی دیگر بالای اون مکافات. مصطفی رحیم و فقر بنازی بلنگویه تشکر با پهلوان شهر کرلوب اگر یگان طلبگار باشد. مرحبا. دسته پروکراتورای گنرالی خورشید مجیدوف در رقابت دوری اول رقیب است.
نماینده روسیه رو هم با یک پرداخت جالب با تخت پشت افتادید. حالا در میدان است. خواهشمندیم کلانکر را آزاد کنید. کارمندان محترم حفظ حقوق برادر عزیز آواز نیست عموما. شکر محمد یک قدم پیشتر بیو. حاجی مشرف شما یک قدم نزدیک تشید. هر سه انا همینا انا قدر و عزت و منزلت مهمان عزیز است. والرا نماینده فدراسیون روسیه در جمهوری تاجیکستان مهمان است. برای عوض همه مشکل ها و همه برد و باختش با مشرب رحمانوف از جمهوری تاجیکستان هنرنمایی میکند. یک گل، یک تلفن موبیلی، یک کالین. جهانگیر شهر کولوب، عبدالجبار ناحیه خوالین. یک کالین، یک تلویزور 500 سومانی، یک نبور. کلانکار آزاد کنید برادرو. یک گپ 366 بار که بگوی با مخیل خفاتر بسید. کلانکار آزادتر بون. دمی رای کلانکار رو نگید برادر. عادل سفروف، شکر محمد میر محمدوف، سعید جلال، حق نظر را گفتیم ملکه. حق نظر استاس 3000 سومانی توفه هر دو پهلوان معین است. معلم جوش نمایان کنید با گلمی اساسی گذارم. پرداخت فردوس نسیموف حلال. حاجی مشرب با ویتالی پهلوان فدراسیون روسیه با نماینده تاجیکستان مشرب رحمانوف
حالا بعد این دور به میدان میبرایم. طرف کلانکر آزادتر کنیده برادرو مردمی منطقه غرب نمیشنوه یکو خراب تورینگو کی طرف ایسا آزاد مانه نمیجا مردم اعتراض دارم بسیارتر آزادتر مانه راه آزاد مانه در مردم شنود. شکر از فضای آزاد و آبادی وطنی محبوب، شکر از سرور معظمی ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان که با احیای عنعنه‌های سنتی ورزش کشتیگیری ما توجهی خاص ظاهر می‌گردد. امروز هم در هماهنگی و همکاری‌های صمیمانه وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان، فدراسیون کشتی ملی کشتیگیری و همچنین مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ناحیه خوالنگ جمعی صاحبکاران با ننگ و ناموسی خوالنگ برای ما و شما این تنتنه و شهامت گشتین را در عرفه تجلیل جشن با شکوه استقلالیت 30مین سالگردی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان تأسیس دادند و حالا یک موسیقی محسن ملایف یک ورزشکاری جوانی ناحیه دنغره خواهشمندیم به نزدیک کمیته تدارکات بیایید برای هنرنمایی یا دستور مربیتان وابسته باشید. با خورشید مجیدوف، شکر محمد، میر محمدوف و پهلوانان دیگر اگر مدعی یا داوطلب میدانداری امروزه خوالنگ باشد تحفه ها خیلی عالی‌اند. من خواهش میکنم این فرصت را از دست ندهید. امروز هم برای هر یک پهلوان هر یک پرتافت ارزشی از 3,500 سومانی تا 45,000-70,000 سومانی را دارد. جایزه مکافات های عالی حالا پهلوانان موفق را انتظار است. خواهشمندم میدان با همان شهامت و شکوه کشتی ملی رنگ دیگر دهید. ویتالی پهلوان فدراسیون روسیه یک قرصک صمیمانه مخلصان با افتخار تشریف پهلوان روسیه به تاجیکستان مشرب رحمانوف از جمهوری تاجیکستان. تحفه اینا را یک بار دیگر اعلام کنید از جانب حاجی نورشید برای هنرنمایی پهلوان مشرب رحمانوف 400 دلار دیگر در تحفه پهلوانان ضم شد. یک گاو یک تلویزور 1000 سومانی تحفه مشرب رحمانوف و ویتال نماینده که رحمان علی شما که حاضر راوف برای سب گلمی بالا راوف عادل و زاهی جان گلمی بالا بریدا گلمی بالا شما اون طرف رو کی شما بالا رو کی شما پایان فریدا علم خیل برای ثبت علم خیل دلشو
پرتافت علی باقیوف هم حلال. عادل و زاهد در گلیم بالا. عادل سفرов زاهد جمهوری ازبکستان. یک اشتر رحمان علی 1000 سامانی دیگر بالای اشتر زم به هر دو بخت و اقبال خداوند نصیب کند که حلال پرتافت پهلوان ستاز پهلوان فدراسیای روسیه میرزا جمیل رمضانوف جمهوری تاجیکستان در رقابت میدان امروزه هنرنمایی میکنند. یک گل، یک تلویزور، 1000 سامانی دیگر بالای تحفه زم. تشکر. یک قالین دیگر هم در بالای 3 تحفه ایدلاله. تاجیکستان یک خلادلنیک، یک تلویزور، یک تلفن، 1500 سامانی دیگر بالای زم. یک قالین دیگر هم ایلاوه ها. انا ترتیب. تشکر. صوفیوف 7 کرات چمپیون تاجیکستان در سامبو و گشتین جودو و میلی. صوفیوف بهرام نویس. فردوس کریموف ناحیه خاولین. ما گله می اون طرف را ما بچه های بعضی سبک روانه کن. رحمان علی گله می بکر. یک قالین، یک تلویزور تحفه هر دو پهلوان. اکو نویسید در ورقه مشخص نویسید برای تصدیق کار خودتون. بعدم بعد داوری کناری راست توجه کنید جهتی مساعدت تحفه های امروزه خوالین. همه شما را بار دیگر خیر مقدم میگویم. این تنتنه هم با شرافت استقلالیت کامل دولتی. شهباز پیبرملک اسرائیل ناحیه خراسان. یک تلفن موبیلی، تلویزور، قالین، 1000 سامانی دیگر بالای آن زم. تشکر. به هر دو بخت و اقبال. شکر محمد میر محمدوف کجا شد؟ میر محمدوف شکر محمد کجا شد؟ پهلوان بدخشانی 1 دقیقه نزدیکتر بیو.
پهلوانی بیرون از تاجیکستان هنری والا دارد. حالا با این پهلوان هم اگر یگان طلبکار یگان مدعی هم باشد مرحبا. میدان خاولین توفه های عالی خیلی زیاد دارد. مرحبا. دوستان عزیز در این چهاربینی با شکوه جمهوریوی چمپیونی بازی های المپی ریو دی ژانیرو معاون رئیس کمیته کار با جوانان و ورزش نزد حکومت جمهوری تاجیکستان دلشاد نظرов تشریف دارند. با افتخارشان همه ما و شما یک کفگویی میکنیم. قدمی چمپیون بازی های المپی دلشاد نظرов به سرزمین خاولین خیر آمدم. Валер, все так же, کمیته تدارکات برای تشریف برای قدم رنجه کردنی ستاره محبوبی ورزشی تاجیک یکی از چهره‌های سرشناس که در تاریخ ورزشی میهن این صحیفه با حرف‌های زرین است. دلشاد نظرов یک برگ ثبت ارزنده تقدیم کردند که قدمشان را باری دیگر خیر مقدم میگوییم تا هنوز از زمان صاحب استقلالی میهن این دستاورد با یگان ورزشکاری تاجیک نصیب نگردیده است. ما حقی خرسک نزدن را نداریم. یک کفتومی صمیمانه شما برای تشریف دلشاد نظرов خوش آمدن. شما نمونه افتخاری ملت تاجیک. تشکر. در میدان یک جفتی دیگر هنرنمایی جمال‌الدین عبدالجبار از شهر کولاب و جمعه خان از تیمور ملک در گلیب آخرین شروع می شود. تشکر. با کارمندان محترم حفظی حقوق جهانی سپاس. نوکک طرفی کلانکه ها را آزاد کرده. آزادی در اطلاع به وجود آمد. مردم هم آزادتر میشنوند. تشکر زیاد. در تنتنه امروزه عید گشتین ملی خاولین سرمربی منتخب جدای کشور محمد مراد عبدالرحمانов هم شرکت دارند. تشریف مهمان ارجمند را هم با سرزمین همیشه بهار خاولین خیر مقدم میگوییم. رشید جان که رؤوف جان اینجا بیو. رؤوف رشید بیکوف از یوبکوف از ولایت مختار کوهستان بدخشان. محسن پهلوان جمهوری ازبکستان با خلعتی سبز. تحفه اینا را رحمان علی با حرفهای زرین نویستگی گرفتگی هست. تشکر. تحفه هر دو این پهلوان تاجیکستان و ازبکستان گلمی بالا محسن. روز دوشنبه رفیق سردار برای غمخوری شایستتان جهانی سپاس.
هنرنمای ورزشگری جمهوری ازبکستان در دقیقه اول ثمرآور تشکر. خوش آمدید با تاجیکستانی همیشه بهار در این جشنی با شکوه ناحیه خاورین. تشریف شما سرفرازی ماست. Хорошо, Валер. Еще раз, туда-сюда. هم شد. Лучше ничья. Понял? Ничего страшного. Это лучше, чем проиграть. تمام دیگر ندید ایش کجا خوشنای آقایی اگر مشکل حکای لهو تمام آقایی ویتالی با پهلوان تاجیکستان دادخان هنرنماییشان نتیجه بخش نشد، مساوی. باشیم از سابقین جمهوری ازبکستان چهره سرشناسی جودوی دنیا در ردبندی مقام 5 فرزند فرزانه تاجیکستان تیمور رحیموف. автомашинаи сабукравӣ тамғаи хориҷӣ лосати шевролет 5000 сомони дигар аз номи раиси ҳукумати вилояти хатлон ба ҳамин шо ҷоизазам. ана кору манакор як уштури дигар дар болои лосати ба ҳарду худо иқбол обрӯ диҳад. парвардигор заҳмате ки самимона кашиданд дар майдон подошашро бубинанд. амин. раҳимов барои ҷолибияти майдондории паҳлавонони тоҷикистону ӯзбекистон ва федератсияи россия Bana xidmat malades. Anam uynati. Uynati anam dusha. Mashinin placho. Uynati. Uynati ana malades abu. Ha, bakash. Bakash, pushtebgi. Pushtebgi bra. Abu. Silos anam dusha. Давай. соҳиҷон биё наздиктар. паҳлавонони дигари тоҷикистон ҳастанд. ҳоҷи машраб, агар дадахон, хуршед маҷидов. инҷа биё. маҷидов, инҷа биё. хуршед. ина раҳмонали. ана.
دستی راست شبان هم دستی راست اتکلچات میکنم زخوات هم میگیرم پلچو میکنم هم دستاوی نمیتونم خودت میگیری زخوات ها از نام هلالی سیدوف سازک خودت با جامی حسن و هنرنمای پهلوانی دیگر سعدی $100 امریکا تحفه تقدیم کرده شد. خیلی شاید کنم گشتی میگی چی کنم میگه گشتی میگی الان دست شبشنو دستی راست شبشنو نه تز اخواته دستی راست شبشنو انم را بشنو رفت لچو بکن زخواته خودت بگی گردانش خودت بشی خم که دستی راست شا در میدان دوتا давай گوشتین گرتن دکو سازای پای چپ تحمیت ده میگه مولا درده حیات نمیبخشونه چی میگو؟ دستی راست شب دستی راست شب خم که من میدوی نه اونو دو فکر چون نمیارم اونم ماشین دا نیست میگه давай گوشتین گرتن دکو حالی با یک بکت دستی بالا شا نمیتی نتی ابو خودت بگی زخوات هم میگیره پسش که کار میکنه دستی راست شد دستی راست شد خم که زخوات هم بگی نتی راست شد چپ شد ده بار بشی بکا ابو گوشتین گرفتن در کن تسترش نکن دستی راست شخم میکنم پاش قیب بالا را نته بالا را میگم نمیفهمی Смотри, меняй! Раз отворот, раз рука вверх! نته دستی راست شا به شایوخ زخوات بگی به شایوخ زخوات بگی بکا Валера, есть захват, перестай водиться! Тут сразу назад уходит! вообще захвати بالا نته ابو دستی راست شا پاد نیاد کلچات خودت که بکا انم را بگی بکا زخوات خودت بگی Да. До конца, вставай! زخوات بکی بچه نمیفهمی نته زخوات خودت بگی زخوات دستی راست شخم که بشنو خانم را نمیتون بگی بولاشا بگی الان خیلی کد شبو برخده ابرا молодец давай الان خیلی میگیرم هم زخوات میرم بچه نته زخوات давай گرفتن دکور میروا Не, нормально, пусть борется! ما خب برو یا نخواسته اما چند بولو شدید دستی راست نمیتونم زخواته Захват шнате! دستی راست شو بگی میدوام طرف چوق میکنه نگاه کپاتا نمیتونم انم را بکا
توته تشب خمونای بولا ابو زمین در نجیب زمین در تشکر. رقابت هر دو پهلوان هم نتیجه بخش نشد. پرتوفتی یک پهلو در گشتین ملی نیست. همه ما توجه میکنیم به هنرنمایی دو چهره محبوب میدان امروزه، محسن اسامدین جمهوری ازبکستان در رقابت دو پهلوان کشورهایی که امروز مهمانند، ویتالی از فدراسیون روسیه و زاهی جان از جمهوری ازبکستان، شاه جایزه مکافات عالی автомашинаи сабукравӣ Opel таъсис ёфтааст. 2000 сомонаи дигар болои автомашина зам. Виталий ва Зоҳиҷон баъди 15 дақиқа ба майдон мебароянд. توفای محسن و پهلوان شهرتیار تاجیکستان تیمور $200 دیگر زن دارید. انا همین خیل ترتیب احترام تشکر دستی شما عزیزان میدان خاولینگ درد را نبیند. احسن با تیمور و با پهلوان همسایه کشور عزیزی مردم شرفمند و مهمان نوازی خاولینگ یک بار دیگر با افتخار رسول قرصک زنیم. خوش آمدید. قدر کرده دو تن پهلوان معروف روسیه را جایزه داران مسابقات قهرمانی اروپا و آسیا را به خاولینگ آوردنتان شهامت و افتخارمندی هر یک فرد است و این صمیمیت وطنداری شما را بار دیگر اثبات میکند. یک جهان سپاس به این چهره سرشناس و ابرمرد گشتین جودوی تاجیک. جهان سپاس به فدراسیون جودو، فدراسیون گشتین ملی گشتنگیری هم سپاس میگویم که امروز خلعت و لباس های ورزشی گشتین ملی را به اینجا تقدیم کردند و تبلیغ این نوعی ورزشی سنتی بهر فردای کاری روشنی ماست. داوران هم طول 5 ساعت میدانداری پهلوانان را خالصانه حکمی کردند. ابتدا از عبدالله سعید خواجه‌یوف و تا به باور
سینوار زاهد جان از جمهوری ازبکستان و پهلوان فدراسیون روسیه ویتالی از کنار چپ داور سعید خوجایف عبدالله کاتب گنرالی فدراسیون گوشتین ملی جمهوری تاجیکستان داور مرکز فیض الله حبیب اللهیف داور درجه جمهوریوی داور کنجی و سرخان اماموف داور درجه جمهوریوی داور کنجی کناری راست تیمور رحیموف خب یک سعید خوجایف خوب کلانکار آزاد کنید کارمندای محترم حفظی حقوق که ما همون بچه اهلیه بانو نماینده شهر ترسونزاده هستم اهلیه مومینова اهلیه مومینова هستن همین پسر بچه راه خونه شونه نمو پدرش گم کرده هم چی نمداری؟ عمر بچه ای بچه سید محمد خونه شون خوالینگ است خوالینگ ها پیشی کچتون پیشی گذاری بلنیسته میگم تشکر پرابلم ای نیست همه کناف را همی اوی همه جای ایستادی داده جستجو کردن یاوتون اهلیه بانو جایزه‌دار مدال برنجی مسابقات قهرمانی آسیا میان نورسان در رشته جودو هستند اهلیه بانو شماید اهلیه فریاد شیخوف ولایت مختار کوهستان بدخشان فردوس نسیموف شهر کولاب
که توفه های نور ما بربختر اعلام کردیم. آقای رحمان علی توفه های فردوس نسیم فهمه دارید شما امک با جمع همراهانت تصدیق کنید و رقم را مشخصاً با رحمان علی و داور گلمی دیگر موافقه کنید. برای کار با فریاد و فردوس نسیموف. شاه جایزه مراسم جایزه سپاری مکافات عالی شاه جایزه با زاهید جان فامیل کی؟ حسینوف. زاهید جان حسینوف در مقابل نماینده روسیه غلبه را به دست آورد. حالا از رحمان علی خواهش میکنیم کلیدی شاه جایزه را با همراهی سرداور و پهلوان سرداور مسابقات صدرالدین عابدوف تقدیم نمایم. یک قرصک دیگر برای زاهید جان حسینوف. گوشینی که زاهید جان در میدان خاولین خواهم دید. با همین ایدی با شکوه گوشینی ملی در ناحیه خاولین انجام یابد. همه شما را خوش آمدید. نوری دیده تاج سر میگوییم. Islam Karim.